بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم از شرح شرط‌های نماز و ارکان و واجبات آن از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، شرح از آن شیخ علامه عبد المحسن بن حمد عباد، الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. درس امروزی ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ الاسلام فرموده است و بعدها الاستفتاح. بعد از آن یعنی بعد از یعنی که تکبیرة الاحرام چی می باشد؟ استفتاح می باشد، دعای استفتاح، دعای آغاز نماز. و هو سنتن، این سنت می باشد گفتنی سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا اله غيرك. و معنى سبحانك اللهم، معنى سبحانك اللهم ای منزهك التنزیه اللائق بجلالك، یعنی من تو را با پاکیزگی که با تو با بزرگی تو لایق است پاک می شمارم. و بحمدك ای ثناء علیک، و یعنی که تو را ستایش می گویم. و تبارک اسمك ای البرکت تنال بذکرک، برکت را به دست آورده می شود با ذکر تو. و تعالی جدک ای جلت عظمتک، بزرگی تو یعنی که عظمتی تو بزرگ است. ولا اله غیرک ای لا معبود فی الارض ولا فی السماء بحق سواک یا الله، ای الله در آسمان و در زمین یگان معبودی بر حق جز تو نیست. الشیخ الشارح می فرماید که الاتیان بدعاء الاستفتاح سرا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة من سنن الصلاة ومستحباتها، يعني دعاء استفتاح را سرا گفتن بعد از تکبیر احرام و پیش از قراءت فاتحه از سنت ها و از مستحبات نماز می باشد. و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم بصيغ متعدده، یعنی دعای استفتاح از پیغمبر صلی الله علیه و سلم با صیغه های گوناگون ثابت شده است. یعنی بجز این با دیگر صیغه ها هم شکل ها هم یا نمود ها هم هستند. یاتی المصلی باحدها فی صلاته، شخصی نمازگزار یکی از آنها را در نمازش می آرد، ذکر می کند. ولا یجمع بینها فی صلات واحده، در یک نماز میانی همی یا که میانی یک چند از دعاهای استفتاح را جمع نمی آورد. و هذا الذي ذكره الشيخ احدها، و این را که ذکر کرده است شیخ یعنی شیخ الاسلام یکی از همانها می باشد. و هو عن عمر و عائشه و ابی سعید رضی الله عنهم، این را یعنی همین حدیث را از عمر و از عایشه و از ابو سعید خدری رضی الله عنهم روایت می کنند. وانظر ارواء الغلیل، یعنی کتاب ارواء الغلیل را بنگر. ثم ان الشيخ رحمه الله شرح هذا الدعاء، بعد از آن شیخ الاسلام یعنی که این دعا را خود شرح می دهد. و فی الجمع بین التسبیح و التحمید تنزیه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به و اثبات كل کمال يليق به، در جمع کردن میان تسبیح و تحمید این الله عز و جل را از کلی آنچه که به او لایق نیست پاکیزه قرار دادن می شود و اثبات کردن کلی کمال را که به او لایق می باشد. وقتی که میان تسبیح و تحمید را یک جای کردی همین به وجود می آید یا که همین به معنا می شود. و تبارک علی وزن تفاعل، تبارک بر وزن تفاعل می باشد، از برکت گرفته شده. و کل خیر و برکت انما ینال بذکره، هر خیر و برکت را
فقط به دست آورده می شود با ذکر کردنی یا که به ذکر او سبحانه و تعالی. كما قال الله عز وجل، چنانه که الله عز وجل فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید تنها به ذکر الله قلبها آسوده و آرام می شوند. و قال تعالی گفت که فذکرونی اذکرکم، شما مرا ذکر کنید من شما را نیز ذکر خواهم کرد. و او صلی الله علیه وسلم فرمود که مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر ربه مثل الحی والمیت، صفت آن کسی که پروردگارش را ذکر می کند و آن کسی که پروردگارش را ذکر نمی کند مثل مانند زنده و مرده است. رواه البخاری من حدیث ابی موسی رضی الله عنه، این حدیث را بخاری از حدیث ابو موسی رضی الله عنه روایت می کند. و يحتمل ان يكون المراد بالاسم الاسماء، احتمال مراد از اسم در اینجا همه نام ها را در بر گرفته می شود. فیکون من قبیل اضافه المفرد الى معرفه، این از قبیل مضاف شدن مفرد یعنی که تنها به معرفه. وقتی که مفرد به تنها چی و یعنی مفرد به معرفه مضاف می شود فیعم، این همه را فرا می گیرد. که قوله تعالی چخلی که الله تعالی فرمود که و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمت های الله را یعنی همه نعمت های الله را شمار کنید و ها را شمار کردن نمی توانید. در اینجا نعمت مفرد آمده به معرفه مضاف شده ایستاده است، بنابراین یعم عمومی می باشد. و تعالی جدک هو مثل قوله تعالی، مانند قول الله تعالی می باشد که و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، یعنی و او ذات یعنی که بزرگ است یا که با عظم عالی است، عظمتی پروردگار ما یگان همسر نگرفته است و یگان فرزند را به خود نگرفته است برای خود. و هذه الثلاث کلمات، این سه کلمه را التي جاءت في هذه الدعاء في هذا الدعاء، در این دعا این سه کلمه که آمده است که اونها سبحانك و تبارك و تعالی لا تقال الا لله تعالی، اینها را فقط برای الله تعالی گفته می شود. فلا يقال لغیره سبحانك، برای غیر الله گفته نمی شود سبحانك و تبارك و تبارکت گفته نمیشه و تعالیت گفته نمیشه، ولا همچنین گفته نمیشه سبحانه و تعالی و تبارک و تعالی، اینها را گفته نمیشه برای غیر الله تعالی. قوله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قول شیخ الاسلام که بعد میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یعنی الوذ و التجئ، معنای مثل اعوذ التجا میکنم یا که پناه میبرم و اعتصم بک یا الله، من به تو چنگ میزنم ای الله از شیطانی رجیمی که وی سور کرده شده، المبعد عن رحمت الله، از رحمت الله دور کرده شده است. لا یضرنی فی دینی، تا مرا در دین و در دنیایم ولا فی دنیا، در دین و در دنیایم ضرر نرساند. و بعد الاستفتاح و قبل القراءة یأتی بالاستعاذة، و بعد از دعای استفتاح و پیش از قرائت یأتی بالاستعاذة، استعاذه را ذکر میکنند. و قد ذکرها الشیخ و شرحها، و ایرا شیخ ذکر کرده شرحش داده است. الله عز و جل فرمود و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، و چون قرآن خواندنی شوی باید که پناه با الله ببری از شیطان سنگسار کرده شده. ای اذا اردت القراءة، وقتی که قرائتی آن را اراده کنی. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، تفسير يعني آيات ابن كثير گفت است که و هذا امر ندب، این امر مستحب میگویند، لیس بواجب، واجب نیست. حكى الاجماع على ذلك، اجماع را به این ذکر میکند، حکایت میکند ابو جعفر ابن جریر و غیر از وی من الائمه دیگر امام ها. و شیخ الاسلام فرمود که بقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي القرآن. و قراءة فاتحه رکن است در هر رکعتی از رکعات نماز، شکلی که در حدیث آمده است که نماز نیست مران کسی را که
فاتحة الكتاب قراءة نكرس وهي أم القرآن فاتحة الكتاب إن يعني شمي بوشد فاتحة الكتاب إن يعني مادري قرآن مي بوشد قراءة الشيخ شارح مفرمد كي قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد يعني قراءة فاتحة در هر ركعة از ركعات نماز با امام از پسی امام استاده و شخصی تنها گذار واجب است يعني فرض است رکن است لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب این امر قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که نماز نیست برای کسی که فاتحة الكتاب را قرائت نکند رواه البخاری و مسلم این حدیث را بخاری و مسلم روایت کردند والمأموم يقرأها خلف امامه في الصلاة السرية والجهرية مأموم یعنی آن را میگویند که از پسی امام می استاد از پسی امام استاده در نماز سری و در نماز جهری نیز از پسی امامش چه قرائت میکنه سورة فاتحة الكتاب و يدل لقراءتها خلفه في الجهرية حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و با قراءت کردن از پسی امام در نماز جهریه هم باشد دلالت میکند حدیثی یک مرد از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمود لعلکم تقرؤون خلف الامام والامام یقرأ شاید شما یعنی که از پس امام در حینی که امام قرائت میکند قرائت میکنید قالوا انا لنفعل ذلك گفتن که ما البته این رو میکنیم قال لا تفعلوا نکنید الا ان یقرأ احدكم بام الكتاب مگر اینکه کسی از شما یعنی ام الکتاب را یعنی که فاتحة الکتاب را یا که گفت دیگر خواند یعنی اگر فاتحة الکتاب باشه این را میلش رواه احمد في مسنده حديث را احمد در مسندش روایت کرده است به اسناد صحیح و اسناد صحیح و جاء مثل ذلك من حديث عباده بن الصامت رضی الله عنه مانند همین از حدیث عباده بن صامت هم آمده است رضی الله عنه و فی اسناده محمد بن اسحاق فقط در اسناد این محمد بن اسحاق میباشه و قد صرح بالتحديث فامن تدلیسه صراحتا یعنی آمده است بالتحديث به یعنی که نقل کردن حدیث و ایمین است یعنی که تدلیس او یعنی که مدلس بودنیو رواه احمد في المسند رواه احمد در مسند روایت کرده و یجمع بین هذا و بین ما جاء من حدیث انتهاء الناس عن القراءة خلف الامام و میان این و میان آن حدیث رو که مثال گیریم مردم را من کرده شد از قرائت کردن از پسی امام جمع کرده میشه میان این دو حدیث را و حدیث من کان له ایمان فقراءته قراءة الله کسی که برایش امام باشه قرائت امام قرائت از برایش و حدیث و اذا قرأ فانصتوا وقتی که خواند شما سکوت کنید بحمل ذلك على قراءة غیر الفاتحه این را حمل کرده میشود با چی یا که مثال برگردانیده میشود یا که معنی داد کرده میشود به قراءت غیر فاتحه یعنی قراءت غیر فاتحه در عهده امام است و من قراءت همان برای شما قراءت است ثم ان الشيخ رحمه الله فسر الفاتحة تفسيرا موجزا فقال بعد ذلك شيخ يعني شيخ الإسلام رحمه الله سوره فاتحه را تفسیر کوتاه کرده میگوید گفته بسم الله الرحمن الرحیم الى آخرین ان شاء الله درسی آینده خواهیم گذاشت نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين